مجموعه‌ای صنعتی با کامل‌ترین زنجیره تولید لوازم خانگی در کشور که کالاهای متناسب با سلیقه ایرانی تولید می‌کند. وزیر سمت امروز در اینجا و در اوج تحریم‌ها طرحهایی را افتتاح کرد که در صنعت لوازم خانگی کشور قابل توجه است. افزایش ظرفیت تولید تلویزیون از 530,000 به 1 میلیون دستگاه در سال، آن هم با سرمایه‌گذاری 4 میلیون یورویی. برندهای خارجی و بین‌المللی خروج پیدا کردن، نه تنها جای اونها رو پر کردن بلکه ما تولیدمون رشد پیدا کرده. ظرفیت تولید سالانه لباسشویی هم در اسنوا بالا رفته. تقریبا بین 1.5 تا 2 میلیون لباسشویی در سال نیاز داریم که این خطی که امروز افتتاح شد قادره که 1 میلیون محصول لباسشویی در سال تولید کنه، هم برای بازار داخل هم برای صادراتی. رونمایی از نسل جدید یخچال‌های ایرانی که علاوه بر کاهش مصرف انرژی و خدمات هوشمند وضعیت محصول، مشتریان از راه دور آن را کنترل می‌کنند. یه ماژولی داریم روی برد اصلی قرار میگیره که وصل میشه به اینترنت، دیتا رو خود محصول ارسال میکنه برای کلود اسنوا. احیای واحد صنعتی غیرفعال مهیاگاز با سرمایه‌گذاری 22 میلیارد تومانی و تولید سالانه 21,000 تن اجزا و قطعات فلزی لوازم خانگی نسبت به قبل از تحریم 8 برابر تولید افزایش پیدا کرده و عمق ساخت داخل هم تا 85% افزایش پیدا کرده. خود نشون میده که بالاخره اگه تحریم یک فشارهایی در اقتصاد کلان کشور ایجاد کرده ولی در اقتصاد بعضی از محصولات مؤثر بوده و کیفیت رو دارن افزایش میدن، تولید افزایش دادن. انتقال، نصب و سرویسدهی رایگان با نظارت کامل مشتری از طریق سامانه‌های الکترونیکی، طرحی که برای رضایت آخرین زنجیره موفقیت برند ایرانی اجرا شده. با طرح‌های توسعه‌ای که امروز به دست وزیر سمت در بزرگترین مجموعه تولید کننده لوازم خانگی کشور اتفاق افتاد، ظرفیت اینجا از 7,000 کارگر به 11,000 نفر رسید. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، شهرک صنعتی مورچه خرد.